قاصد یک پلتفرم یعنی وبسایت و موبایل اپلیکیشن است به خاطر بوک کردن تیکت های بس به صورت آنلاین. هدف و چشمانداز ما ساده سازی سفر و دیجیتالی سازی سیستم تیکت دهی در افغانستان است تا که مسافرین محترم دیگه نیاز نباشه به خاطر گرفتن تیکت تا ترمینال را برن، وقتشان را ضایع بکنن و کرایه تاکسی بپردازن. سلام، وقتتان بخیر. بخش خدمات مشتریان قاصد است، بفرمایید، در خدمت هستیم. تقریبا 1 سال میشه که ما به فعالیت آغاز کردیم. سرمایه 5 لک افغانی شروع کردیم. خانواده زیادتر تشویق کردن و مردم زیادتر ما را حمایت میکنن، تشویق میکنن. ما در مجموع 8 نفر مشغول کار هستیم که 4 نفر از خانم ها و 4 نفر هم از آقایان است. چیزی که قاصد را برای من متفاوت ساخت دیجیتالی ساختن سیستم تیکت دهی بود که واقعا یک سهولت واقعی را برای هموطنان ما ایجاد میکنه و من میخواستم که بخش از این تغییر باشم. من بار اولی که به سرک آمدم با موتور، خیلی از هموطنان من دیدم که تشویقم میکردن و همیشه برای من میگفتن آفرین ماشاءالله و این باعث شد که من همین کارم ادامه بدم. تا فعلا با دیدی زننده ما مواجه نشدیم. فکر میکنم تا زمانی که من یک لقمه نان حلال به سفره خانواده‌ام ببرم هیچ کدام مشکل نیست. تا زمانی که هموطنان ما با پرداخت‌های آنلاین با بکسک‌های الکترونیکی آشنا نشده، مجبور هستند که تیکت را به در منزلشان ببره و این پروسه موقتی شرکت قاصد است و دائمی نیست. در هر کار مشکلاتی وجود دارد، چالش‌های خود داره هر کار. ما هم با چالش‌های مواجه شدیم اما استقامت کردیم و ادامه دادیم. دورنمای قاصد را بسیار روشن و امیدوار کننده می‌بینیم. شاهد هستیم که روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما از قاصد تیکت می‌گیرند. امیدوار کننده است برای ما. پیام من نه تنها به خانم‌ها بلکه به تمام هموطنان می‌رسد که هیچ وقت امیدشان از دست ندن و تلاش بکنن. دقیقاً راههای رسیدن به اهداف ما بسیار زیاد است. پس هیچ وقت ناامید نشیم و دست از تلاش بر نداریم.